خلق بر شعری تر و برگرمی دیدار او چون به اقلیم وطن بسیار عادت کرده بود. هر کجای بود ترسونزاده میرزا خلق بود، هر کجای خلق بود میرزای ترسونزاده بود. درود بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه ترنم از پیشنهاد شما بخشیده به 112 سالگی شاعر محبوب دلها استاد میرزا ترسونزاده با اشتراک خوانندگان فعال مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه اسماعیل سامانی و اینچنین ادبیاتشناسان شناخته و آوازخوان‌های شناخته جمهوری تاجیکستان. بینندگان عزیز، این لحظه به صحنه دعوت می‌نماییم آوازخوان شناخته جمهوری تاجیکستان تاج‌الدین رحیموف. استقبال می‌گیریم. گشته گشته سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. این دلی من منزلی یاد تو بود، یاد روی حسن آباد تو بود، یاد روی حسن آباد تو بود. جانی شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بهوده دلتنگم مکن. جانی شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بهوده دلتنگم مکن. جانی شیرین اینقدر جنگم مکن. جانی شیرین در جوانی ساخته، خانه هر دو با دل باخته. بینگران طرف چون دیگر شود، خانه تاجیک روشن تر شود، خانه تاجیک روشن تر شود. جانی شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بهوده دلتنگم مکن. جانی شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بهوده دلتنگم مکن. جانی شیرین اینقدر جنگم مکن. بینندگان عزیز، برنامه ترنم از پیشنهاد شما و این لحظه مهمان نوبتی برنامه خود را به صحنه می‌خوانیم. این نفر حاتم ربیعف هستند. مرحبا.
шуморо ба барнома хуш омадед мегӯем. ин лаҳза мо мехостем дар бораи зиндагии устод барои мо, дар бораи тарҷумаи ҳоли устод бароямон каме маълумот диҳед. استاد ترسونزاده دوم می سال 1911 در دهه قرطاق طبق بعضی اسناد 29 اکتبر سال 1911 در دهه قرطاق تولد یافتند و در آوان کودکی نورسی استاد ترسونزاده در دوره رست آمد که زمان انقلاب بود. بسیار نابسامانی ها، بسیار کسلی ها، از جمله کسلی وبا بود و سال 1920 مادر میرزا ترسونزاده وفات میکند. در همین خیلی یک شرایط وزنین استاد ترسونزاده میخواند و شعرهای حافظ، بیدل، رودکی را طوری که خودش در یادداشت‌هایش گفته است از یاد میکند و بعدتر تا سال 1924 و 25 در دهه قرطاق در مکتب‌های کهنه و نو تحصیل علم میکند و بعد به شهر دوشنبه آمده در اینترنتی که در اینجا تأسیس یافته بود در همینجا تحصیل خود را دوام می‌دهد و بعد این سالهای 1927 به دارالمعلمین شهر تاشکند تحصیل میکند و سال 1930 به شهر دوشنبه برمیگردد. بله. و استاد ترسونزاده همچون کاتب مسئول روزنامه کمسمال تاجیکستان کار میکنند و سال 1933 با بعضی نافهمی ها استاد ترسونزاده همچون ملتچی از صف کمسمال خارج میکنند و ترسونزاده مدت 2-3 سال در شهر خوجند تا سال 1936 در تئاتر همونجا فعالیت خود را ادامه میدهند. بعدتر باز به دوشنبه برمیگردند و در کارهای ایجادی فعالیت خود را ادامه میدهند. تشکر. و شما آیا درباره عائله استاد معلومات دارید؟ و این لحظه ما میخواستیم درباره اهل و پیوندان و نزدیکان استاد برایمون معلومات بدهید. استاد ترسونزاده 3 فرزند داشتند. فرزندشون فرزند یکم فیروزه معلمه دانشگاه ملی بودند، فرزند دیگرشون مسعود و فرزند دیگر پرویز. طوری خودشون در همون داستان جان شیرین یادآور میکنن از پرویز که وقتی شادی، وقتی شوخی به ایبا میکند پرویز ما هم گریه ها. و 1 سال پیشتر فرزندشون پرویز وفات کرد. تشکر. البته استاد میرزا ترسونزاده شعرهای زیادی دارد و در وصف زادگاه خود یعنی دهه قرطاق که در آنجا به دنیا آمده است آیا شعرها دارد؟ در وصف زادگاه خود دهه قرطاق استاد ترسونزاده شعرهای خیلی زیاد دارند و از جمله در همون داستان جان شیرین تاکید میکنند که در همین جا من به دنیا آمدم، در همین جا چشم بینا آمدم، در همین جا یافتم اوج و کمال، در همین جا زندگی بی‌زوال. و باز درباره وقتی که به قشلاق به دهه قرطاق می روند درباره مادرشان را پرسجو میکنند که از بس که طفل ماندگی بودن، از بس که معلومات پورا نداشتند میپرسند از زنهای پیر دهه و یک زنی دیگر که در ده بیش از 100 سال داشت مادرت می گفت و در کنج لب یک خال داشت، کلچرو زنجیر مو در قد و قامت چون نهال، گر سوال آید از ملا زبان لال داشت. مادرم با یاد تو گشت و گذار می کنم، از برای مهر تو دل را مزار می کنم، خدمت شایسته بر یار و دیار می کنم، نظم خود را بر سر قبرت شعار می کنم. تشکر. و استاد ترسونزاده در حقیقت از سفرهای خارجی وقتی که می آمدند حتما به دهه قرطاق برمیگشتند و میگفتند که از همه خوراک های بالعزت ترین برای من یک نان و آب دریای قرطاق باشد. بله، واقعا هم دهه قرطاق در یک منطقه کوهی قرار دارد و خیلی هم زیبا هست. البته تمام شاعران، تمام آن نفرانی که به آنجا می روند وصف آنجا را نیز می کنند. استاد میرزا ترسونزاده در وصف زادگاه خود دهه قرطاق
чӣ гуна шеърҳоро эҷод кардааст? устод турсунзода дар васфи зотгоҳаш дар васфи умуман тоҷикистон бисёр шеърҳои бисёр гуфтааст ва аз ҷумла достонҳо ва аз ҷумла як қисмати достони садои осиё ҳамин хел сар мешавад. гӯш кардам шарқро ҳам нилро ҳам гангро нармдил хоки замину пуртаҳаммул сангро гӯш кардам варзиши руди равон омад ба ёд деҳаи ман дар ҳисори шодмон омад ба ёд қуллаҳои барфпӯши кӯҳ соронаш ба ёд чашмаҳои нуқрамонанди хурӯшонаш ба ёд руди хурди деҳаи ман руди пуршӯр аст шӯр бо садои рудҳои осиё ҷӯр аст ҷӯр ман ба ин руди азизам меҳри дилро додам ҳамраҳаш дар кӯҳ сорон роҳи нав бикшодам аз лаби ин руд аз қишлоқи ҷоноҷони ман сар шуд овози ман мурғи хуш илҳони ман бо садои рудҳои осиё ҳамроҳ шуд ҳампой шуд дар сафи эҷодкорони саодат ҷой шуд. ва ин лаҳза мо мехостем дар бораи саҳми устод Мирзо Турсунзода дар таҳкими сулҳу суботи ҷомеа бароямон маълумот диҳед. устод Турсунзода на танҳо ҳамчун шоир ҳамчун нависанда ҳамчун адиб балки ҳамчун сиёсатмадори бисёр варзида буданд. устод Турсунзода раиси иттиҳоди нависандагони тоҷикистон буданашон котиби правлени иттифоқи нависандагони иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ буданашон боз раиси кумитаи якдили мамлакатҳои осиё ва африқо буданд ва дар таҳкими сулҳу субот на танҳо дар минтақа балки дар ҷаҳон хизмати устод Турсунзода бисёр калон аст ва дар ҳамун шеърашон гуфтагӣ буданд ки менависам ман суруди сулҳро бо хуни дил бо тапиданҳои ноороми рӯзафзони дил то яроқи тез гардида ба дасти дӯстон ҷангҷӯёнро кунад шармандаи рӯи ҷаҳон. ташаккур. хуб устод, воқеан ҳам худи устод мегӯяд ки дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо. дар ҳақиқат ҳам ҳар куҷое мерафтанд мардумро талқин мекарданд ба дӯст шудан, рафиқ шудан ва бо якдигар иттифоқ будан даъват мекарданд. ва мехостем ин лаҳза дар бораи силсилаи шеърҳои устод дар мавзӯи қиссаи Ҳиндустон барои соли 1947 устод Турсунзода вақте ки ба Ҳиндустон сафар мекунанд ва он замини сартопо зархезро мебинанд вале мардумони дар азобу ранҷро дида силсилаи шеърҳои қиссаи Ҳиндустонро менависанд ки ин бисёр шӯҳрати ҷаҳонӣ меорад ба устод Турсунзода. ман бояд таъкид кунам ки шеърҳои Турсунзода ва осори Турсунзода бо 2000 маротиба чоп шудааст бо забонҳои халқҳои ҷаҳон бисёр забонҳо нашр шудааст ва устод Турсунзода дар таҳкими сулҳу амният хизмати бисёр калон карданд ва аз ҷумла вақте ки дар Ҳиндустон буданд шеъри ҳамин Тарачандрия агар иҷозат бошад ман чанд мисраша мехонам. бихонед. марҳамат. ман ба пуррагӣ аз ёд медонам. ба обу ранги нав бедил чу омад дар ҷаҳони назм аз ӯ ҳусни дигар омӯхт боғу бӯстони назм сухан меронд сарбаста ниҳон медошт маъниро ба мисли донаи гавҳар ки пинҳон аст дар дарё на муфтӣ буд на мулло на бетавфиқ рӯҳонӣ фақат мекард бар дунё нигоҳ бо чашми инсонӣ сано бар комде гӯён суруде аз мадан хонон ба тори назми худ овард ишқи поки ёрон ба рақси комде шайдо ба овози мадан мафтун навишт ин номаи ушоқ шоир бо дили пурхун ва ҳамин хел номбар мекунад ва як мисра мегӯяд ки бо ҳамин мисро сар мешавад ки ғазал мегуфту дур месуфт ҳофиз шоири шероз суханро дода дар васфи шумо ҷодугарон пардоз дили тоҷику эронӣ муҳаббатгоҳи ҳофиз шуд суруди ошиқон ҳамсӯҳбати дилхоҳи ҳофиз шуд дилу ҷонро фидо кард ӯ барои чашми ҷодуе ба зулфони суханбӯе ба холи хату ҳиндуе
اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. و بعد در آخرش به همون دخترک به ترچندر تلقین میکند که ملرز از شعله های اولین صبح آزادی، ملرز از باد دهشتناک طوفان مثل شمشاد. سلامت باشید. استاد، شما از لحظه های جالب استاد میرزا ترسونزاده معلومات دارید؟ بعضی از حیات و فعالیت و زندگی و دیگر و دیگر. در سالهای 50م، 60م و 70م عصر 20 دو نفر شخصیت بسیار معروفی تاجیک، یکی استاد ترسونزاده و دیگر استاد بابا جان غفورов، همچون بالهای ملت تاجیک، این ملت بسیار فرهنگی و بسیار قدیمی را به تمام جهان معرفی کرده تانستند. اگر که استاد ترسونزاده همچون شاعر و همچون منادی صلح و امنیت باشند، استاد بابا جان غفورов همچون دیرکتور انستیتوت شرقشناسی اکادمی علم‌های تمام SSR بودند، تمام اتحاد جماهیر شوروی بودند که در علم تاریخ نگاری بسیار خدمت کلان کردند. و این دو نفر خدمت بسیار باسزا را به انجام رساندند و این خدمت‌های این دو ابرمرد ملت تاجیک را امروز پیشوای معظم ما، پرزیدنت محبوب ما، با این تشبس‌های بسیار نیکشان به تمام جهان بار دیگر ملت ما را معرفی میکنند که بسیار باعث شادمانی خرسندی است. بله، واقعا هم عنوان قهرمان تاجیکستان را با استاد میرزا ترسونزاده سپاریدن این هم به حکمت نیست. البته شما سلسله اشعار استاد را جمع آوری کردید به شکل کلیات و بیاید درباره این کتاب برایمان معلومات بدهید و بگید که چگونه شما اینقدر اشعار استاد را جمع آوری نمودید و در این شکل پیشنهاد اخلاصمندان اشعار استاد میرزا ترسونزاده کردید. در همکاری با عالمان شاعران، با فرزندان استاد و دیگر اهل ادب، من قریب 97% شاید اشعار ترسونزاده در همین کتاب کلیات اشعار جمع آوری کردم و همچنین یادداشت‌هایی که استاد ترسونزاده سال 1961 خودشان نوشتگی بودند درباره دوره بچگیشان، دوره کودکیشان، اینجا جمع آوری شده است و همچنین گفته‌های بزرگان در وصف استاد ترسونزاده رو جمع آوردیم و مقصد دارم که تمام اون ثبت‌های ویدئویی صدایی استاد ترسونزاده را به کلی جمع آوری کنم. در حال حاضر قریب 1-2 ساعت بر این من جمع آوری کردگی هستم. استاد ترسونزاده پیش از همه همچون راهبری اتحاد نویسندگان تاجیکستان، همچون سرور ادیبان خدمت بسیار کلان را به اجرا رساندند و پیش از همه در تربیه ادیبان نورست و در نشر کتاب‌های ادبیات کلاسیکی تاجیک بسیار خدمت کلان کردند. میخواهم همین شعر شاگرد بسیار وفادارشان استاد لایق را خوانم. مرحبا. قصد شاعر از سخن آدمگری است، به خودی هایش همه شورآوری است. گیتی را خورشید اگر روشن کند، سینه ها را کار شعر و شاعری است. در غم دنیا دل خود میخورد، در جهان تا جبر و ظلم و بربری است. الغرض با یک سری شوریده‌اش، با تمام خلق عالم همسری است. کیست میگوید که ما یک بیغمیم، ما در این دنیا فدای آدمیم. خون آدم هر کجا طوفان شود، ما چو دریای بهاران میدمیم. شاعران خوب اندر زیر خاک، مرده و زنده اگرچه ما کمیم. تا بود عالم برای انقلاب، از کران انقلاب عالمیم. گر همه دارایی ما یک دل است، دل برای دست دوران داده ایم. هم با عزم و هم با نظم و هم با رزم، پیروی عینی و ترسونزاده ایم. تشکر. یک جهان سپاس که وقتی پرقیمت خود را دریغ نداشته در برنامه ما اشتراک کردید. سلامت باشید. پارچه از داستان سیای هند. کودک می گشت با قوطی خود، در خیابان لبی بحری کبود. می توانستی که در چشمان او، پی بری از مقصدی پنهان او.
می دوید آن هر طرف با جستجو، سوی هر یک راه گذر آورده رو. آگهی می داد سیمایی پسر، کامد است اینجا و از ملکی دیگر. او نریزانده است خونی ناف خود، در همین شهری لبی بحری کبود. گشت معلومم که افغان بچه است، ساده و گمراه نادان بچه است. گشت معلومم که مهمان آمده است، مهمان از ملک افغان آمده است. گفتم سیاه هندی کابلی، کودکی خوردی و در حکم گلی. جسم خوردت را به پشتی هندوکوش، کی هوا داد از چی می گردی خموش. یا تو را بخت سیاحت رانده است، باد افغانی مگر پرانده است. یا کسی گفتت که در هندوستان، رزق انسان است چون آبی روان. هرچی می خواهی تو پیدا می کنی، ناز و نعمت ها مهیا می کنی. می رود در جوی هایش جای آب، در تمامی فصل ها شیر و شراب. بلکه آوردی تو هنگام سفر، جنتی افسانوی را در نظر. این زمین کرده است از دوری کهن، فکر عالم را اسیدی خیشتن. خوب می دانم که سوی این دیار، نامدی مانند قومی سودخوار. نامدی تا که جهانگیری کنی، ظلم نو بخشی و جانگیری کنی. نامدی تا خون هندو را خوری، بخت بد آری و نفعی صد بری. آمدی یابی تو نان خویش را، زنده داری خور جانی خویش را. گشنگی پرتافتد به خیر خوش، در پسی کوهی بلندی هندوکوش. ای جهان گردی جوانی کابلی، کودکی خوردی و در حکمی گلی. هم پدر هم مادری بیکاری تو، چشم بسته در رهی بازاری تو. مثل تو سیاه خوردی نامراد، در جوانی من ندیدم روز شاد. می شنیدم از پدر شبهای تار، مثل تو افسانه های بیشمار. او به من می گفت در سمت جنوب، کشوری بسیار زیبای است و خوب. صورتی آن مملکت دیگر بود، آبهایش نقره خاکش زر بود. پستر هر سال گردد آفتاب، یک قدی نیزه بر روی خاک و آب. من کنون از ملک خورم آمدم، چون وکیل خلق اعظم آمدم. آمدم دیدم تو را با چشم خود، در خیابان لبی بحری کبود. می دوی با چشم پرنم می دوی، پیش پای ناکسان خم می شوی. می کنی با رنگ و باری خویش پاک، مزه های بخت دزدان راز خاک. ای جهان گردی جوانی کابلی، کودکی خوردی و در حکمی گلی. حیف ماید کی تو در این سین و سال، مانده ای به بهره از فضل و کمال. دزد بختی خلق ها من بعد باز، پای خود را سوی تو سازد دراز. خاک پایش را نباید پاک کرد، پاک از آن باید که اکنون خاک کرد. آفرین. بینندگان عزیز، مهمان دیگری برنامه ما هستند لطفالله شریفزاده و شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و این لحظه میخواستیم از شما بپرسیم که جایگاه ارزش‌های ملی در ایجادیات استاد میرزا ترسونزاده چگونه است. سر این موضوع صحبت را آغاز میکنیم. تشکر زیاد برای یک برنامه بسیار دوست داشتنی. واقعا برنامه شما امروز ما مشاهده میکنیم که در میان بینندگان موقع دارد و بسیار اقدام خوب کرده اید که این برنامه تان خاص به زادروزی یکی از بزرگترین شاعران معاصر تاجیک استاد ترسونزاده بخشیده اید. تشکر زیاد. سلامت باشید. سوالم بسیار سوالی بجا است. ارزش های ملی طوری که ما میدونیم آثار استاد ترسونزاده یک آثاری است که یک مرحله تام ادبیات تاجیک را
ҷамбаст гардааст ва заминаи дигаре барои ба вуҷуд омадани як адабиёти нав шудааст. аз ҳамин нуқтаи назар агар мо баҳогузорӣ кунем, пас беҳтарин ваҷҳи шоирие ки мебинем ин арзишҳои миллӣ аст. устод Турсунзода худашон як шахсияте ҳастанд ки намунаи олии зиёии муваффақ, хоб ки бо қобилияти беназири ташкилотчигӣ, қобилияти беназири шоирӣ, маҳорати барҷастаи роҳбарӣ дар адабиёти асри 20 тоҷик ҷойгоҳ дорад. ва агар мо сари мавзӯи арзишҳои миллӣ суҳбат кунем, мехоҳам ин нуктаро таъкид намоям ки мо дар осори Турсунзода барҷастатарин арзишҳои миллиро мебинем ва ҳатто чизҳоеро мушоҳида мекунем ки ин ҷанбаҳо дар камтар аз шоирони ин давра мушоҳида мешавад. Масалан, устод Турсунзода байте доранд: гар намедӯшид модар шири худ бар чашми мо, кӯри модарзод дар айём мемондем мо. вақте ки ин мисраҳоро мо замзама мекунем, мешунавем, бегумон ҳамун арзишҳои хонаводагиву арзишҳои миллии тоҷикона ки дар кӯдакӣ модар барои рӯшноии чашми фарзанд ба чашми ӯ шир медӯшад, пеши назар меояд. ва мебинем ки ҳамин арзиши миллиро устод Турсунзода бисёр бо маҳоратона дар ашъораш инъикос кардааст. бинобар ҳамин мавзӯи арзишҳои миллӣ дар осори устод Турсунзода ҳам дар осори назмияшон, ҳам дар осори насрияшон ҷойгоҳи бисёр воло дорад ва ӯ худ ҳамчун як намунаи барҷаста муаррифгари миллати тоҷик дар асри 20 буд. мо ҷойгоҳи устод Турсунзодаро имрӯз ҳар чӣ қадар аз замони устод Турсунзода лаҳзаҳо, солҳо мегузарад, мо ҷойгоҳи устод Турсунзодаро волотару болотар эҳсос мекунем. тавре ки шогирди муваффақи эшон устод Бозор Собир гуфтанд, ӯ на чун бигузашта, балки оянда аз мо дур буд. бале, воқеан ҳам чӣ гуне ки худи шумо қайд намудед, таваҷҷӯҳи устод Мирзо Турсунзода ба зан модар таваҷҷӯҳи хоса доштанд ва биёед дар ин мавзӯъ каме суҳбат мекунем. бигӯед ки зан модар дар эҷодиёти устод чӣ гуна мавқеъ дорад? ташаккури зиёд. бисёр саволи ҷолиб ва муҳим аст. тавре ки мо вақте ки номи устод Турсунзодаро мегирем, пеш аз ҳама дар пеши назари мо мавзӯи сулҳ, мавзӯи ваҳдат, мавзӯи дӯстии халқҳо ва дар ҳамин замина мавзӯи зан модар пеши назар меояд. устод Турсунзода яке аз мубаллиғони мавзӯи зан ва озодии занон дар асри 20 буданд ва беҳтарин намунаҳоро дар васфи зан суруданд. масалан, зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо, норасида бодаи дар ҷом мемондем мо. ва бубинед, яъне мавзӯи зан модар дар ашъори устод Турсунзода ҳам аз нигоҳи иҷтимоӣ, ҳам аз нигоҳи маънавӣ, ҳам аз нигоҳи бадеӣ бисёр волост. ва вақте ки мо зан модаре ки Турсунзода тасвир кардааст мо мехонем, пурра чеҳраи миллии як модари тоҷикро мебинем ва ин анъанаи хуби моро ва тавре ки мо медонем шогирди эшон устод Лоиқ Шералӣ ва боз аз ҷиҳатҳои дигар хеле такмилу инкишоф доданд. ва ин лаҳза ҳам хеле ба ҷо аст ки зикр кунем. аввалин шеъре ки устод Лоиқ дар маҳфиле хонданду ва бе риояти расмиёти замон ӯро ба узвияти иттифоқи нависандагон қабул карданд, мавзӯи модар аст. ва бубинед ки мавзӯи зан модаре ки устод Турсунзода худашон яке аз аввалинҳое ҳастанд ки ин мавзӯъро дар адабиёт тараннум карданд ва шоири ҷавонеро бо таври аҳсант васф карданд ва ӯро ба узвияти иттифоқи нависандагон қабул карданд ки ин бисёр як падидаи амиқи таърихӣ аст. воқеан ҳам аз ин бармеояд ки таваҷҷӯҳи устод ба зан модар хело зиёд буд. ва як чизи дигарро бояд мо қайд намоем ки яке аз бахшҳои
آثار ادیبان رو این مکاتبه ها البته تشکیل میدهند و این لحظه میخواستیم بفهمیم برایمان معلومات بدهید درباره مکاتبه ها یا خود مکتوب های استاد میرزا ترسونزاده. استاد ترسونزاده شخصیتی بودند که شخصیتی نه تنها ملی بلکه شخصیت جهانی و طوری که از زندگی نامه استاد ترسونزاده ما میدانیم از سال 1946 تا آخر حیات اون کس رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان بودند و رئیس سازمان های بین المللی هم در این زمینه بودند و با شخصیت های زیاد ارتباط داشتند. البته درباره مکتوب ها یک بخش بسیار خوبی، یک بخش بسیار عمده خوب و متاسفانه کم تحقیق شده ای آثار ادیبان معاصر ما را نامه ها تشکیل میدهند، از جمله آثار ترسونزاده را هم. ما یک دوره در آثارخانه استاد ترسونزاده هم فعالیت کردیم، بنابر همین اندیشه که اظهار میکنیم محض در زمینه همین آثارخانه استاد ترسونزاده است. در آثارخانه استاد ترسونزاده بایگانی هست، بایگانی استاد ترسونزاده محفوظ است که در آنجا دستخطهای خیلی زیاد، آثار خیلی زیاد نگهداری می شود و یک قسم بسیار نادری آثارخانه استاد ترسونزاده را محض همین نامه ها تشکیل می دهند که در آنجا بیش از 700 نامه محفوظ نگهداری می شود. البته ما امروز در صدد انتشار این نامه ها هستیم و می باید که محققان و شخصان زیاد این بخش آثار استاد ترسونزاده و دیگر ادیبان آموزند تا اینکه به نسل امروز به مخاطبان و دوستداران ادبیات یک چهره دلیل های زیادی از روزگار این زمان به وجود بیاید. مثلا ما اگر وقتی که در نسبت رابطه استاد عینی با استاد ترسونزاده میگویم برجسته ترین دلیل را ما در نامه ها دسترس میکنیم که از جمله استاد عینی در نامه 14 دکبر سال 1948 که به سراغ میرزا ترسونزاده فرستاده است با مهارت بلندی شاعری و تشکیلاتچگی استاد ترسونزاده بها میدهد و میگوید که شما جوانید و هنوز شما قابلیت کلان دارید و همه قابلیت های شما انکشاف نیافته است. من که پیر شدم در این دنیا دیر ماندنم معلوم نیست. گفته همین خیل با استاد ترسونزاده بسیار بهای بلند میدهند و طوری که ما هم میدونیم استاد ترسونزاده با استاد عینی داستانی هم بخشیده است که اوج کمالات و اندیشه های استاد ترسونزاده را در نسبت شخصیت استاد عینی ما در همین جا مشاهده میکنیم. مثلا چنانچه همین مصرع ها به یادم آمد: خودی استاد مشعل شد علو شد، چراغی مردمی دنیای نو شد، بر رویش نور بینم برق بینم، هویدا سرگذشتی شرق بینم. تشکر، واقعا هم بهترین. و امروز ها آیا همین بخش مکتوب ها هست؟ نامه ها ادیبان ما، شاعران ما آیا به همین بخش سر و کار دارند؟ البته ما از تاریخ هزار ساله ملت تاجیک، ادبیات تاجیک میدانیم که نامه‌نگاری تاریخ خیلی قدیمه دارد. در ادبیات ما تاریخ خیلی قدیمه دارد. دوره آن تا به زمان ساسانیان رفته میرسد و در این باره تحقیقات خیلی زیاد هم هست و خصوصا توجه به همین آثار نامه‌ای در ادبیات ما از جانب ادبیات شناسان شده است. به این آثار توجه شده است. از جمله نخستین نفرانی که درباره خود نامه ها اهمیت آنها ذکر کردن این خود ادیبان است. از جمله استاد عینی خودشان مثلا درباره نامه هاشون اهمیت نامه هاشون گفته قیدها دارند و استاد ترسونزاده هم همین خیلی. جالب دقت در نامه های استاد ترسونزاده این است که او با تربیه نسل سالهای 60 بیشتر دقت میدهد. در شماره 5 صدای شرق شماره ویژه بود نامه های از ادیبان و عالمان را با استاد ترسونزاده منظوری خوانندگان نمودیم که از طرف ادبیات شناسان و محققان خوب قبول گردید. البته این بخش آثار او هنوز برای آموزش وقت زیاد میخواهد. ما امید داریم که در کارهای آینده همین قسمتی
آثار استاد را به خواننده و خصوصا به دوستداران این شخصیت بزرگ منظور نماییم. تشکر استاد. و اینجا خوانندگان فعال مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه اسماعیل سامانی هستند و فکر میکنم که آنها نیز برای شما سوال ها دارند و اگر سوال باشد مرحمت. من کریموف نکبخت. سوال من به شما استاد چنین است که گرچنده که در اشعار استاد میرزا ترسونزاده موضوعهای گوناگون بسیار درج یافتند، اما محض برای چی نقش زن در اشعار استاد میرزا ترسونزاده بیشتر انعکاس یافته است؟ تشکر زیاد. ما با موضوع زن مادر در بالا یک اشاره کردیم. البته ما اگر توجه کنیم کی است که زن مادر را احترام نکند؟ استاد ترسونزاده هم همین خیل یک فردی که به زن و مادر یک احترام خاص قائل بودند و اگر ما سببشان از زندگی استاد جستجو کنیم، استاد خودشان یک همسری بهترین، یک هنرمندی بسیار خوب داشتند و از جانب آن کس احترام خیلی زیاد هم دیدند. به خاطر روشن‌تر شدن همین موضوع من میخواهم یک لحظه جالب را به شما گویم. لحظه جالب همین است که استاد ترسونزاده یک شعر دارند، نانریزه، از زمین نانریزه ها را چیده میمالم به چشم. فرزندی استاد دخترشان نقل میکنند که مادرشان همیشه یک خصلت بسیار خوب داشتند که نانریزه ها را از خانه، از روی خانه هیچ وقت نمیرفتند، چون که باور داشتند که نانریزه را باید نروبند، بلکه نانریزه ها را میچیدند و همین لحظه، همین عادتی خوبی همسر باعثی با وجود آمدنی شعری شده است. و ببینید بهترین شعر. پس استاد ترسونزاده در حیات بیشتر مناسبتشان با واقعیت ها شاعرانه است. خیلی شاعرانه است. بنابر همین به زن مادر هم شاعرانه بها میدهند و در نسبت اجتماعیات هم. تشکر استاد. سلامت باشید. مرحمت. اگر سوالی دیگر باشد پیشنهاد کنید. من حسینزاده حسینی. من از شما سوال داشتم که استاد میرزا ترسونزاده به چند دولت دنیا سفر کردند و سفر خاطرمان برایشان کدام بودند؟ یکی از عمده‌ترین صفاتی که ما در آثار و فعالیت استاد ترسونزاده میبینیم این جهانگردی است. و اطمینان میتوان گفت که استاد ترسونزاده بیش از 30 دولت روی دنیا را سفر کردند. البته به این سوال شما من میخواهم یک چند جزئیات را از بایگانی استاد علاوه کنم. چرا؟ چون که امروز در بایگانی استاد ترسونزاده کتابچه ها، گوییم بلک نوت ها یا دفترچه های قید نگهداری میشن که بیش از حدودشون بیش از 40 تا هست. در همه همین ها قیدای سفر هستند. البته سفرها برای استاد ترسونزاده به نظر من همه سفرها خاطرمان و جالبند، ولی بیشتر سفر خاطرمان استاد ترسونزاده که او هم در این باره مثلا شعرها آفریده است، این سفر به هندوستان است. سفر به هندوستان به قول خودی استاد ترسونزاده روی عالم دیدن آدم دیدن است، نیک و بد را در جهان سنجیدن است. یعنی سفر کردن نه تنها به طور مثلا فیزیکی، بلکه آموختن اونجا، طبیعت اونجا، محیط اونجا، خصلت و خاراکترهای مردم اونجا، عرف و عادتهای اونجا. برای همین مثلا سفر استاد ترسونزاده به هندوستان یک پدیده بسیار عمیق فرهنگی و هنری است. به نظر من سفر جالبترین او به همین کشور هندوستان است. تشکر. واقعا هم معلوماتی جالب. مرحمت. سوال نوبتی. من رحیم و روشن. سوال من به شما چنین است که از اشعار استاد میرزا ترسونزاده به شما کدامش بیشتر پسند است؟ طوری که ما میبینیم با آثار استاد ترسونزاده دلبستگان خیلی زیاده. ما حتی اگر خطا نمیکنیم گوییم که ما با شعر ترسونزاده مکتب آغاز میکنیم، آغاز تحصیل میکنیم و با شعر ترسونزاده زندگی میکنیم، با شعر ترسونزاده نفس میکشیم. اشعار ترسونزاده همه اشون دوست داشتنی است. البته برای من بیشتر یک غزل یا یک به اصطلاح اگر ادبیات شناسان گویم قصیده غزلی استاد ترسونزاده
عصر من خیلی پسند است. این قصیده غزل یک قصیده غزلی هست که به اندیشه من قصیده غزل فخریه. ما در ادبیات کلاسیکی همون قصیده داریم، قصیده فخریه. یعنی قصیده فخریه این است که شاعر در شعر از زمان خود، از محیط خود افتخار میکند، فخر میکند. و استاد ترسونزاده هم در همین غزل قصیده همین خیلی است. شاید شما دانید شکوه از تو ندارم عصر من، چون توی آموزگارم عصر من، داده ای در بیقراری های خود، طاقت و صبر و قرارم عصر من. بخت خواب آلود من جنبانده ای، صاحب اجازت شمارم عصر من. گر نکردم پوره قرضم را ادا، عفو کن معذور دارم عصر من. و ببینید استاد ترسونزاده چگونه از عصر خود میبالد. ما عصر 20 را عصر در حقیقت عصر علم، عصر کشفیات ها، عصر نوگانی ها میدانیم و استاد ترسونزاده همچون نماینده همین زمان وصف همین زمان کرده است. تشکر زیاد. مرامد اگر سوال باشد. من نظامی‌دین و عایشه، شما چطوری درباره آثارخانه های استاد گفتید؟ درباره آنها به ما کمی معلومات داده میتوانید؟ واقعا امروز با تشبوس ها، با دستگیری ها، با سیاست عاقلانه و خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محبوبمان امامعلی رحمان، توجه به این شخصیت های بزرگمان خیلی عمیق است. و امروز که ما هم در این برنامه حضور داریم، این هم یک ثمره همین سیاست، ثمره همین محیط است که ما یک جای می نشینیم و درباره استاد ترسونزاده حرف میزنیم. واقعا محبت خلق تاجیک به استاد ترسونزاده بی اندازه است و همین نتیجه محبت است که امروز در تاجیکستان عزیز ما 3 آثارخانه موجود است. یکی آثارخانه که دوره کودکی استاد ترسونزاده در زادگاهشان دهه قرطاق سپری شده است. امروز آن خانه همچون آثارخانه خب به بینندگان خدمت میرساند. دوم خانه ای که در همین پایتخت عزیزمان استاد ترسونزاده عمری زیادشون در همون جا سپری کردند. این آثارخانه یادگاری استاد به نام استاد میرزا ترسونزاده است که در شهر دوشنبه واقع است و در اونجا طوری که من گفتم در اونجا بایگانی، قسمت ادبی، قسمت یادگاری و خیلی از اشیاءهای استاد نگهداری میشد. و دیگر از آثارخانه در شهر باستانی خوجند است که طوری از زندگی نامه استاد میدونیم یک دوره استاد ترسونزاده با سبب‌های زمان در خوجند زندگی کرده بودند و امروز همون خانه ای که استاد در همون سالهای 33 و 36 از سالهای 1933 و 36 در اونجا زندگی کرده بودند، امروز همچون آثارخانه به یادگار مانده است که ما هممون میتونیم از اینها دیدن نماییم، جهان معنوی خود را و درباره این شخصیت معلومات‌های زیاد واقعی پیدا کنیم. تشکر استاد. سلامت باشید. واقعا تشریف شما به برنامه ما حسین دیگر بخشید. سعادتمند باشید. نشستم در لبی دریای کوهی، به خود من یافتم محوای کویی. سرش بر سنگ میزد رودی کویی، به دامن جنگ میزد رودی کویی. به مثلی شیری نودوشیده بود، پلنگ و ببر و خون نوشیده بود. در از غورشی آبش صدا داد، نسیمش جسم و جانم را خضا داد. بدو گفتم که رودی رفشن استی، مراد و مقصد و هر گلشن استی. دلت پرجوش رویت پربار است، به هر جایی که رفتی نوبهار است. هوای باغ و بستان خورم از توست، زمینی تاجیکستان خورم از توست. چراغ خانه ما را فروزی، لبی چاک بیابان را تو دوزی. تو وحشی بودی و ما رام کردیم، به گلستان تو را اینام کردیم. تشکر. احسن. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن.
در جهان بی دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم مکن. به لحظه ما میخواستیم بفهمیم که با آهنگ در آوردن اشعار خود کاری سهل و آسان نیست و شما چگونه اشعاری استاد میرزا ترسونزاده را انتخاب کردید و آنها را با آهنگ در آوردید؟ تشکر زیاد. من فکر میکنم که استاد میرزا ترسونزاده قریب که تمام اشعارشان بسیار روان است. من چون هم نظم شناس هستم هم با دانشجویان در کنسرواتوری ملی تاجیکستان از شعر، از وزن عروض، از نظم یعنی که درس میدهم و من در بین اشعار استاد ترسونزاده بسیار چیزها رو احساس کردم. وزن یعنی که قریب که اشعار استاد بیشتری شعرهایشان خودشان علاقه ضرب موسیقی دارند. بله. بسیار روان است، بسیار شیرین و فارم است. به هر کسی که مثال این یا آن شعرشان رو اگر یاد میتید کدام شعرشان که نباشد کدام غزلشان که نباشد زود از خود میکند دانشجو یا طالب علم. برای چی؟ برای که روان است. بیشتری شعرهای استاد میرزا ترسونزاده قریب که در دایره اصلی یعنی در بحر هزج، رجز و رمل یعنی نوشته شده است. از این خاطر بسیار روان است. تا حتی در یک سرودی که خندیده می آید بر آهنگ استاد فضلالدین شاهوف است، در آهنگ کلاسیکی که همگان می‌سرد معمول است دمی کی دیل برم مانند دیگل خندی دمی آید با هم می‌سرد. یعنی که این در وزن هزج است. بسیار روان است. بسیار یک برای آموختن درس دادن و برای طالب علم و برای دانشجو وقتی که وزن میگیرید که وزن روان باشد یعنی که در او کاستگی نیست، در اون یعنی که اشتباهی وزن و هجا نیست، برای از خود کردن و ازبر کردن این دانشجو هم بسیار آسان است. از این رو من در ابیات من در شعرهای استاد میرزا ترسونزاده احساس کردم که هر سرودی که من میخوانم، هر سرودی که مثال ایجاد میکنم، آهنگایی که مثال بازخوانی میکنیم از استادان خواندن بسیار روان است. ببینید از زمین نان ریزه ها را چیده میمالم به چشم، یعنی که در وزن اصلی خودش ایجاد شده است. بله واقعا هم خوب. تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن. ببینید یعنی که وزن این در بحر رمل است. وقتی که ایجاد میشد، وقتی که هر چیزی که ایجاد میکنید در بحر خودش در وزن خودش اگر ایجاد کنید، سرود اگر شینم و آهنگ فوراً غلطد زود همون شعر هم شورادیار میشد و آهنگ هم. از این رو من میتونم باید بگم که شعرهای استاد بسیار روان است. در وقتی بند و بستی آهنگ، وقتی که ایجاد میکنید آهنگ بسیار یک هم برای ایجادکار آسان است، هم خودتان لذت میبرید از بله ایجادی. واقعا هم خوب. داستان جان شیرین آیا این انتخاب خودی شما بود و آیا آهنگ این از خود شما است؟ یعنی شما اون رو با آهنگ در آوردید و زمزمه کردید؟ خب تشکر زیاد. اصلا آهنگ جان شیرین، این داستان جان شیرین واقعا هم یک داستانی هست که خیلی داستان شوندنی است. بله واقعا هم. برای همین من وقتی که ایجاد میکردم من فقط این رو تکمیل دادم. آهنگ از قوتعلی قربانوف میباشد ولی من فقط تنها اون آهنگ گرفتم، من به طرز خودم تکمیل دادم، کمی سینتز کردیم و سرایدم و به خاطری که بسیار برای من همین داستان، چون در وقتی طلبه بودم این رو من قرائت کرده بودم در یک آزمون، بسیار معقول بود. بعد بسیار میخواستم که توانسته باشم که یک به همین مصرع‌های شعری یعنی که به طور آهنگ
جور نمایمو یک آهنگ ایجاد کرده باشم سرایم. بهترین در واقع هم این داستان خیلی داستان جالب است. جان شیرین اینقدر جنگ مکن، اینقدر بیهوده دلتنگ مکن. و میخواستم بفهمم که شما از اشعار استاد میرزا ترسونزاده چند تای آن را به آهنگ در آوردید و سراییده اید؟ من قریب که از استاد میرزا ترسونزاده اگر در خزینه رادیو یک 4 سرودشان رو ثبت کردم، از من درخواست میکنن که مثال این شعرش رو سراید و شعرش رو سراید و برای همین میتونم گویم که یعنی که قریب 25 شعرشان رو من هم در توی مرکه ها میخوام، در محفل ها میخونم. خب ولی یک 4 سرودشان رو من در خزینه طلایی رادیو ثبت نمودم. تشکر. شما یک سرود دارید با نام زن. میخواستیم بفهمیم که موقع زن در ایجادیات استاد میرزا ترسونزاده چگونه است؟ تشکر زیاد. واقعا هم این سرودی که عین حال پیشنهاد میکنم نام زن است. آهنگ از استاد مخرم زبیدلوف، شعر از استاد میرزا ترسونزاده است. من فکر میکنم که استاد میرزا ترسونزاده از همین نوشتجاتشون، یعنی که از همین بسیار در قریب که در تمام شعرهایشان وصف زن هست، یعنی که احترام زن نسبت به مادر، نسبت به زن خیلی یعنی که ارج بزرگ گذاشتن در شعرهایشان. برای همین من فکر میکنم که موقع زن در ابیات یعنی که شعرهای استاد میرزا ترسونزاده خیلی باریز است، بزرگ است. من نیز چون مثال زنها رو خیلی احترام میکنم، دوست میدارم، من نیز فقط پیسه کوشش میکنم که در وصف زن سرود سرایم، در وصف مادران بیشتر سرود سراییده باشم. احسن با شما. و این لحظه ما از شما خواهش میکنیم که بهر ما و بهر تمام تماشابینان ما سرودی زن رو زمزمه کنید. تشکر زیاد. مرحبت. کس پرسیدن از آداب نیست، 39 سالی خویش را گفتن به زنها خاص نیست. 39 سالی خویش را گفتن به زنها خاص نیست. زن است و در همه حالت چو زن میماند. زن است و در همه حالت چو زن میماند. این معما است که حاجت به پرس و پاس نیست. این معما است که حاجت به پرس و پاس نیست. این معما است که حاجت به پرس و پاس نیست. نقشی حیات دان که بزن تا ابد در گل بماند پای ما. دان که بزن تا ابد در گل بماند پای ما.
مشعلی تابنده چون شمس و قمر کن نام زن مشعلی تابنده چون شمس و قمر کن نام زن مشعلی تابنده چون شمس و قمر کن نام زن. بینندگان عزیز این لحظه فرصت را به خوانندگان میدهیم تا از اشعار استاد میرزا ترسونزاده قرائت کنند. مرحمت. پارچه از داستان جان شیرین میرزا ترسونزاده. جان شیرین اینقدر جنگ مکن، اینقدر بیهوده دلتنگ مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جای زیستم. این دل من منزل یاد تو بود، یاد روی حسن آباد تو بود. به تو نگذشت از گلویم آب هم، به تو در چشمم نیامد خواب هم. به تو یک روزی من یک سال شد، به تو دل غش کرد چون اطفال شد. اگر از گریه کردن آب می شد دل من بود، با سیلی اشک می شد غرق منزل من بود. اگر آسان نمی گردید مشکل من بود، با زیر موج دریا مانده ساحل من بود. اگرچه مردن فرزند را در جنگ دیدم من، اگرچه بارها بیگانه دل سنگ دیدم من، با امیدی که بینم چاکنها را به زیر چاه نمردم. گرچه با چشمم اجل هر رنگ دیدم من، نمردم زیستم. فرزندی خردم را کلان کردم، شب توی عروسی اشک شادی را روان کردم. گمان کردم که آبی دیده مرجان گشت، مرجان را به کلین پیشکش کردم، دعا چون مادران کردم. ندارم طاقت داغ پسر دیدن دیگر هرگز، ندارم طاقت داغ پسر دیدن دیگر هرگز. سراسر سوختاری پرشرر دیدن دیگر هرگز. به هر یک خانه طفلی بی پدر دیدن دیگر هرگز. حیات آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز. پارچه از داستان جان شیرین از میرزا ترسونزاده. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته در سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. این دلی من منزلی یادی تو بود، یادی روی حسن آبادی تو بود. به تو نگذشت از گلویم آب هم، به تو در چشمم نیامد خواب هم. به تو هر یک روزی من یک سال شد، به تو دل غش کرد چون اطفال شد. به تو دیدم گرچه زیبا دختران، به تو بشنیدم سرودی عاشقان. به تو در توی و تماشاها شدم، به تو گاها بلبلی گویا شدم. به تو در وصفی زنان گفتم سخن، به تو در مجلس فشردم دستی زن. لیک در پیشی نظر روی تو بود، جلوه های چشم ابروی تو بود. جان شیرین پس دیگر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. تشکر. آشیان گرمه گذاری در بلندی ها گذار، در بلندی های کوه سربلند ما گذار. آشیان گرمه گذاری در دل انسان گذار، از ره مهر و وفا و عهد به پایان گذار. نیست چون که هیچ چیز از دل انسان بلند، آشیان مهر خود در مغز جان گذار. بینندگان عزیز، در اینجا می رسیم به فرجام برنامه ترنم. برنامه خود را با یک سرود زیبای در اجرای هنرمند انسامبل ششمقام عبدولی جلالوف که از اشعار استاد میرزا ترسونزاده است حسین انجام می بخشیم.
مکن دوستانی مهربان را گم مکن تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن در جهان بی دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم مکن در جهان بی دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم مکن دوست را از دوست جانم فرق کن دوستی پیوندی جان را گم مکن چشمه الهام ما خلق است و بس خلق مشهوری جهان را گم مکن چشمه الهام ما خلق است و بس خلق مشهوری جهان را گم مکن رسمی خوبی تاج کارا گم مکن خلقی عالم دوست با ما گشته است وحدتی خلقی جهان را گم مکن خلقی عالم دوست با ما گشته است وحدتی خلقی جهان را گم مکن وحدتی خلقی جهان را گم مکن